همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش. از آشتی شادی آید بچن، خردمند هرگز نکوشد بچن. ما این ریش و موی سر را در آسیا سفید نکرده ایم. در مهنت، در آموزش تاریخی دیه عمر صرف کردیم. انا همین کاخ فرهنگ یکی دیده شدید جای همین به پیش سالهای 50 60 یک کلوبی همین دیوارهایش لاین و بالاش خاک پوش کرده شدگی موجود بود که از سالهای همین 60 که اینا نمایش داده می شود. همینجا همسایه ها همین قرغز ها آیلشان کتی بچکتشان کتی می آمدن که اینا تماشا می کردن. دوستانه کنسرت می شود. همراه وی های هم حواسکاراشون همینجا برآمد می کردن. اونها علاقه قبرستان نداشتن. تا سالهای همین 70 تا سال آخر سالهای 70 همین جسدشان هم همین قبرستان ما به دفن شده. یعنی مسجدی ماندن، نمازشان هم اینجا میگذاشتن. مناسبتا نزد خیلی توی سوری ویها به ما میرفتیم خبر میکردن. مرگ و مرده جنازه و وی میشدگر خبر میکردن. ما هم میرفتیم ویها میآمدن. هم تو دوستانه زندگی میکردیم. همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش. از آشتی شادی آید بچن، خردمند هرگز نکوشد بچن. زپرفکی میگویم قرغزهای و اینجا گردشین یک 40-50 متر هم قرغزهای دعوا کرده شدن که راه ما. آخه این راه به من خودم از خودی میدونم که این راه به مهنت کردگی تاجیکا رحمتی بابای داملا مختار بودن. بعد اینجا به استا حسن بای گفته که کس هستن. همین کس من شلاخنده حبیب الله بودن پسر استا لغمان، این کس وفات کردن. همین راه مهنت کردی خر عرابه کتی شغل کشانده همین راه آبادیش به زحمت کشیده. آنهایی که اینجا به زحمت نکشیدن دعوا میکنن این راه ما. راه تو یک بیل شغل نپرتافتی اگه جای راه تو میشه نه؟ و راه آباد شد توی هم راه میره یا تاجیک هم راه میره چی فرق دارد؟ نه میگذارن که ما آباد کنیم، نه خودشان میگذارن که آباد کنن. ما حتی مکتوب کردیم جماعتشون با که نباشد دوستانه همین راه همین چقره های آباد کنیم. یگان جوابی مثبت از آنها شنیده نشد. برعکس این راه ما خواهیم آباد میکنیم، نخواهیم نیم. همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش. از آشتی شادی آید بچن، خردمند هرگز نکوشد بچن. یک نفر جوانی بسیار دلیر، شجاع، پیش قدم، رئیس جوانان دیه بود سنبای حکیموف از تیر ناخلفی همین همسایه ها و شهادت رسید. اگر گیریم از سال 2089 تا این دم 8 نفر از جماعت چارکو از تیر قرغز ها جان به جان آفرین سپردن. از بارخ من نمیدونم 35 نفر جراحت های وزنی برداشتن از سال 89 تا این دم. لیکن علم آورش آن است که یگان نفر همین جنایتکاری که با یراق استفاده برده همین جنایتکارهای دستگیر کرده نزد خلق به آورده تو محاکمه کرده جزاش داده نشد. همین ها یراق ناک، ما یراق هم نداریم، خلق ما یراق ندارد. این جنده لغیر پایه میگفتن این دو پایه حالگی للمیکار سیهای ما بود، قرغز ها بماند. من این جنده ایرادراما ما بود، اینم قرغز ها گرفتن. کمپر دیوالک میگفتیم، شاخه بیرق گفتیم، پشه خانه تا مالشویک میگفتیم. این زیاده خریب 1000 گکتر زمین تشکیل میکند. همش دست قرغز ماند. به خاطر همین جنجال نشود، خونریزی نشود که همین راه ماند. همین راه بیام دعوا کرده شدیم. کسی که دعوا کند البته یک چیز رو صاحب میشود است. اینها دعوا کرده صاحب شدن گرفتن، مزه خوراک شدن. همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش.
از آشتی شادی آید به چنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ. نسل کهن قرقیزها بسیار مناسبت ها نقض بود. من اینجا یک سفری دراز میگفتیم، دستی بابای من خواندگی بود است، ما رفتیم زمین شالی رو کارو کردیم نماند. گفت که اینجا خیلی کاشتتان میلشو آبشو من نگاه میکنم ترما بوده دوریدی گرفته برایتان گفتم. من باباتان ما بسیار خدمت کردگی، من از باباتان سبق گرفتگی، تعلیم گرفتگی گفت من باید حرمتی باید بجا بیارم گفت. ما رو بیام ما نقض بود. دوستی نزدیک ما قرقیز نژاد توپچیف بابا گفتگی بودن. مکتبی 21-45 ورخ به معلم شده کار میکنن. من مکتبای ورخ و انسپکتور غیرشتتی شعبه معارف بودم. اما توپچیف بابا کتی دوستی پیدا کردیم. من توپچیف بابا، اون کس توپچیف بابا. قرقیز اون کسا یکی مکتبای تاجیک به دست میدادن. دوستی که ما نقض بود. اون کسام صاحب قلم بودن. من روزنامه اون وقت باید بود کمونیستی اسفره میگفتن. کمونیستی اسفره و اکتا مقاله می نوشتن، خبر می نوشتن، من هم می نوشتم. خردمند هرگز نکوشد به جنگ. ما میخواهیم که دوستی باشد، صلح باشد، امانی باشد. ما طرفدار دوستی، همکاری، سودای او مناسبت نقض شود. گندمی قرقیزان باید بشد، تاجیکان باید بشود. دوستی را جستجو داریم ما، از امانی گفتگو داریم ما. همیشه نیخواهی مردمان باش و نیکی کوش وانگه در امان باش. از آشتی شادی آید به چنگ، خردمند هرگز نکوشد به جنگ.